وای اینا صبح هم دمید اینا با یک روزی اومد کلید میبیاری با یک روزی اومد بچه کلان میکنی که کلیندار میشم کارکام سبوک شوی خاکی سیاه میشه اینا وای 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 مادر نمیدونم با تو با کدام زبان گفت زنم میگوی فرزندی مردم برای تو یگان غلام است یک نمود رفتار میکنی که میگوی دشمنت باشد ساعت 7:30 شده این کلیدی ما اخوام نمیخیزه وای وای اینا آخه کاش که من ساز باشم اینا که میام در من حولی میروم آخه یه مهمان بیا حاضی بر نمیگه که خوشتامدش میام در اینا وای ای کاش که همین کلین آورده یک خدمتگار در همون پولی کلین در 25,000 می آوردم خوبتر نبود وای نه در پشتی دری تریزش می بیایی خروزا از ساعتی 4 قوقو میکنن تلفن از ساعتی 5 دلینگ میکنن خوشتامد از ساعتی هم شخر میکنن این کلین نمیخیزه این کلین هم کارای هم کورای هم گونگای ای خوب دستانی همیخه کلینی کرگی بیا دودر جان چه سلامتی خوب تو حادثه بیرون به یک بار اهمیتی ببین مادرم با همسر تو چگونه رفتار کرده است بیچاره او حامله‌دار است امروز پگاه صاحب کودک میشوه میدونی اینقدر به انصافی و بیرحمی نیز در کار نیست آز میبرویا بینیش جینج کرده لبای خاله جان همین لبای گویی های همینو ابینی جینجی همین من بزار شدگیم خوش که یک مایده وقتش خوش باشه گفتم وقتی همون کلین خوش کنی که پای کلین نبینو و کلین خوش کن ما کور شدیم رفتیم دو قاشی ترنگ همین دیدیم و محقول کردیم و کلین کردیم آز میبرا بینیش جینج کرده همین تکرده وای میان مخیه نمیتونم مخیه مردم من نمیتونم این همین خیلی گرد ولی بینیش جینج کرگی میبرویم ای وای ای در وقتی یوشیون کوه کلا میکرد السلام خلا اکا کوردور نشه زندگی مده کلین شیده آمده وظیفه شا میکنه ما همو چم چکار میکنه همه بکنشه درست باید خدمتی همه رو در این خانه کنند لیکن یک چیز رو فراموش نکن فرزندی کس در خانه ما نمیباید غلام شود هر یک کمان باید حد ما رو بشناسیم این رفتار مادرم رو ببین میگوید سطل های آبی وزنی رو بردار حولی رو برو میدونی که او حامله دار است امروز پگاه شاید تولد کند پس دودر جان شاید یک روز یک حادثه به گرفتار شوی که دیگر یگان چی به دردت دوا نکند چیزی میگم من برای تو صدقا میگویم خواهش میکنم چنین رفتار مناسبتی سخت نسبت همسرت روا نبین و علیکم السلام کلین پاشا خستید می؟ این ساعتی سبیل مانده شما دلینگ کرده شما بدار نمیکنه خیلی آواز خروزای کن نمیفهمه این شخیری جاروبی خوشتامده کن نمیفهمه این کار کوره گونگه چی که نمیفهمه شما که سهر خزه اینجا ده نام داره ده تو اخو میخزی که یه همسایه السلام علیکم هم گفته پاروی حوله دیده میره فهمیدی؟ اینا بی یک حیات بینی این جینج کرگه یک حیات روز این از زندگی روزی نیسته آخه نمیتونم خلا جان درد دارد همه جان چیه نمیتونی؟ ای وای ای بایه ای ما 5 تا تولد کردیم ای یک بار بینی ما جینج نکردیم ساعتی 4 میخستیم چای مردک تیار میکردیم خوراکشم میخوندیم لباسشم پوشانده کار روی میکردیم تا بگه کاری خانه میکردیم اینا بی حالی یک موش بچه میزاین نمیزاین ناز و بازار ایمانه کشت دودر جان گوش کن
ҳамин зиндагии ман бояд барои ту дарс бошад. модарам нигоҳ кун чанд қадар беинсофона рафтор мекунад. бечора се фарзанди ман дар ба дар овора, ҳамсари ман дар ба дар овора. ака ин айсои беақлӣ немхери паст будани мафкурат ака. ту чумо бошайби ки келин кардан овардан ба вақтиш да гуфта будам ки ҳамин духтар маъқулум нестай. лекин овардан анаки мон чикор мекуна очам бикунаша. вақти накард вазифаша бо очам зинда боша мерам ята дигаша меорам. وای حیفی همون پول و مولی که من ده همین دادمه وای داده این حادثه‌ای که در سر من آورد مادرم روزه میشود در سر تو میبیارد. بعد همه فریاد زنی در کجای گپ زنی فایده ندارد. پشیمان میشوی دادا. خواهش میکنم چه رفتار نکن. من یکم پشیمان نمیشم برای که من پراویل نکردستم. ای همه چی تامینش میکنم اکا وظیفه شای مرده میکنه سرش در میکنه شکمش در میکنه و کارش ندارم. فهمیدی اکا در زندگی ما با گفتستم که دخالت نکن. فرمان. یک روز میشد پشیمان میشوی. من دیگر نمیدونم سرم رو در کجا زنم. خدا انصاف داد. خدا انصاف داد. مایل خیلی کنه حوز یک روز میتونم میجور مایل کلین جورو ما سطله آوا بیاد دو تست ما جورو جورو ما داتی آوا بیاد ما آوازی کنم که توی میرم تز بیا سطله بیاد هر دو سطله بیاد تز بیا این چایلی این چایلی که سبیل مادر جای خود داشت این چایلی جای خود داشت این کلینی سست فلسکتی آوا بیاد همین سطل های وزمین رو میگود بردار انصاف هم نداردی اومدی کلین تست بیا دویده بیا در شد دویده بیا Venga, Joe. Tamam. در شده آها انا بچه ما کلام کردیم یگان بار ندیدم که خدمت آچه کرده باشه اما کلین آوردیم دو سطیل دیگه هم برداشتن نداره همین آوی وزبینه کجا دو سطیل تو میبرداری یکی ناف پافت رفتن بانه ها؟ آچه ای خدا نمیترسید اهمیان میکنم همراه بدرالدین فقط در بالای همین ظلم میکنید اوه ناگاهی گفتن آچه از خدا ترسید در یادتان هست وقتی که دختر شما رو یزنم یک شپوتی زد نزد تا سودی گگه شکایت تو نبردید همین او دختری مردم ها
сипоси зиёд дӯстони азиз барои тамошои филматон. Агар филм ба шумо қобили қабул боша, ҳатман дар комментария нависед, то ки мо қисмати дуюми филмро пешкаши шумо созем. Зинда бошед.